ببین امشب داریم میریم مهمونی و من اونجا آبرو دارم و حواستو جمع کنی ها. حله شمال بودم، تنها بودم، با 5 تا پسر بودم، همه میگفتن کوکب تو نمیتونی، اما دونستم به خاطر این اگه تو هم میخوای بتونی نرقصی اونجا تو جمع آبرومون رو ببری یا خیلی شیک میشینیم. با اونجا یه یاد دوست پسر قبلیت نیفتی ها. محمد تو رو خدا بریاد، من دارم بدون تو دیوونه میشم. زیاد درینک نخوری آبرومون رو ببری ها، اندازه بخور. کسی تو مهمونی مسخره نکنی ها. دماغ اینو شه، این برج خلیفه حرفم موندن نزنی اونجا اصلا. ببخشید من کجا میتونم بخوابم؟ اونجا خزبازی در رای سلامتی بگی ها. بین بطن ورزیدم، خوبان فراوان دیدم، سلامتی قبل. اونجا جو نگیره جلو پسر به سر برینی به منو. کجا رو داری نگاه میکنی بابا؟ این همه فلتانی پتو میکنه، شما بزنن گل بزنن. نگاه کن. ببین من با این دوستام رو درواسی دارم منو دعوت کردن و 12 برگردیم و نمونیم ها. خب شهلا جان خیلی خوش گذشت، ما با محمد میریم بخوابیم، بازم به ما سر بزن. این باسمش هم جا گذاشته بده بهش. باسم تو ببر، خداحافظ.